بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز هر کجا که هستیم، در ایران، در خارج ایران، در کل کره خاکی، هر جا هستیم سالم و تندرست باشیم و در پناه خداوند باشیم. دوستان عزیز، کانالی که مشاهده میکنیم انشاءالله تعالی به فضل و کرم الله میخوایم افتتاح کنیم. اولین برنامه این کانال هست و نیت ما اینه که در مورد تمام زمینه ها و مشکلاتی که انسان ها دارند و به قول معروف باش دست و پنجه نرم میکنن، راه حل هایی که اینجا گفته میشه به امید خدا انجام بدید. انشاءالله تعالی الرحمن به فضل الله خداوند به برکت کلام خودش تمام مشکلات شما را حل. خب الان تمام انسان ها، شما هر خونه که برین، هر جا که باشین بدون مشکل نیست در هر زمینه و ما سعی داریم هر برنامه که میشه حالا یک شب در میون ضبط کنیم یا هر شب ضبط کنیم و خدا میدونه دیگه، ولی ما کوشش سعی تلاش ما رو میکنیم که انشاءالله تعالی بتونیم هر شب برای شما برنامه ضبط کنیم. و امشب میپردازیم به مشکلات معیشتی مردم که بزرگترین مشکل الان در کل، یعنی بیشتر درصد مردم مشکل معیشتی داره. عزیزانی که در این تصویر ما رو میبینیم، یه راه حلی امشب بهتون میگم انشاءالله تعالی انجام بدید. اگه مشکل شما رو خداوند متعال برکت کلام خودش همینطور انجام بدید، نیت تصاف کن، مشکل تا انجام الله انجام میده. طوری مشکل تا خدا حل میکنه خودت حیران میشی. خداوند قادر مطلقه، کن فیکون، اراده الله وجود، الله هر چی اراده کنه به وجود میاد. و انسانی که رجوع میکنه به سمت خالق خودش، شک نداشته باش، وقتی دست دعای بلند میشه به سمت دست نیاز، به سمت رب بی نیاز، شک نکو برای الله رب العزت مناسب نیست و دست خالی برگرد.